السلام علیکم. نظران ویدیو را دیدین برادران عزیز. فرزند به خاطر زنش چیکار کرد؟ مادر را از خانه بیرون کرد. پیران سالان خانه یا اینکه به خانه خیش توار به خانه اکو دادر. عیاذا بالله. پروردگار جان ما را از آن روز بگیر که ما به این گونه رفتار کنیم. پیش از آن جان ما را بگی. نعوذ بالله. خدا هیچ مسلمان این کار را نکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که من فضل زوجته علی امه فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. هر انسانی که فضیلت زنش از مادرش بالا میدونه، پس لعنت خدا در گرفتاره و لعنت ملائکه و لعنت تمام مردم را گرفتاره اون انسان. با اون خاطر هیچگاه یعنی زنت رو از مادر بالا نشمار. این روز تو چگونه رفتار کردی، فردا فرزندای تو نسبت تو همون گونه رفتار میکنن، بلکه بدتر رفتار میکنن و خوبتر نی. با اون خاطر فرزنداتون را تربیه خوب کنین، مادرات رو بالا بشمارین. که در یک حدیث دیگه میفرماید که الجنة تحت اقدام امهاتکم. جنت زیر پای مادران شما هست. برادران عزیز مهربان، مادران رو چقدر که میتونین احترام کنین، دعای اونها رو بگیرین. دعای مادر نسبت فرزندش مثل دعای پیغمبرا برای امتانش است. از مادر دعا بکن، برکت خانه، فضیلت خانه این مادر است، این پدر است. سبحان الله. نسبت اونها این گونه رفتار نکنید. الله سبحانه و تعالی هر کلمه و شما را توفیق هدایت عطا بفرماید. برای بلیط‌های ارزان مرحمت رقم ها 825 295 برای حجامه، برای داروها میتونید که رقم ها در روی اکران زنگ بزنین. شهر سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، مسکو، متروپولیتان. ان شاء الله رقم ها در روی اکران زنگ بزنین. ما در خدمت هستیم. با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.